مادرت میدونست داری پول جمع میکنی؟ نه، فکر می‌کرد من تو مدرسه همه رو تغذیه میخرم ولی تو مدرسه گشنه میمونم که کسی نفهمه ما نداریم. عید بود، مامانم اومد با من حرف بزنه، بغض کرد، گفت مامان امسال نمیتونم لباس عید برات بخرم. مامان شرمنده‌ام، مامان نداری. و من با ذوق رفتم اون پول آوردم. مریم چقدر پول بود؟ 21,000 خورده‌ای که اون موقع 19 سال قبل خیلی میشد لباس باهاش خرید، چون عید بید میدونی که خونه بزرگترها همه جمع میشدن و من اونجا با ذوق لباسم پوشیدم و اینا. یه آدمی اونجا تمام منو نابود کرد. منی که گشنه مونده بودم این همه مدت، یهو اومد گفت اون پول از تو جیب من برداشته احتمالاً. مامانم با ذوق رفته بود تعریف کرده بود که مریم پولاشو جمع کرده و دخترم این کارو کرده. شما هی میگین اینو ولش کن، برو ازدواج کن. دختر من اینجوریه، این شکلی پشت منه. یه آدمی اومد گفت نه پول منو برداشته. چیکار میتونستم بکنم به نظر؟ مگه بابام بود که بگه شما بیجا کردین؟ بچه من این کارو نمیکنه. مگه مامانم میتونست جلو این همه آدم وایسته؟ مجید خدا شاهده به 2 روز نکشید یادش رفته بود به کجا گذاشته بود. اون پولو پیدا کرد. مگه حلالیت از یه بچه که تازه 9 سالش شده راحته؟